30 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولت شوروی میرفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کار دست نیروهای اسلامی و دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره‌های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا میرویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است. هم تلویزیون نشون داده بودن که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدن، رموندنش در زمین بالاش در بعد سمبش زدن، هر کاربار دیگه احمقی کردن. خیلی واقعا برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما با این شیوه که در تاجیکستان عملی کردند یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد هرچند من اندیشه های دموکراتی دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای او رقص و بازی تشکیل کردن فکرم یک سیناریو بود. و دست چپ پیش هم خیلی کردگی بودن، همون در یاد ما هست. بعد از وای سکولپتوری وای ماندن، فردوسی ماندن، بسیار بازی بود، با آشامت بود. بعد وای هم گرفتن من اسماعیل سیمونون وای افتانده یک کاروی ناشایسته کردن، برای همین این خیلی کردن لازم نبود به فکر من. درستش چی بود؟ درستش گرفته یگون دیگر طرف برده ماندن در کار. من رسیه حوزه همین خیلی کار کرد. همین هیکل لنین بود در دوشنبه یا نه؟ عموما معلومات درباره این ندارم.